درباره استاد صدرالدین عینی که ما او را به حیث پایه‌گذار ادبیات نوین تاجیک میشناسیم و یکی از ستونهای ادبیات نوین ازبکستان هم هست. اون در سمرقند زندگی میکرد، در همون حولیه که امروز موزه کردن، یعنی آثارخانه کردن. در حق اون بسیار غمخواری کرد تا آنکه عینی را بسیاری ها رنجانده بودند. عینی را هم حکومت امیری رنجانده بود و عینی هم در زمان حاکمیت شوروی که اینقدر وصل کرده بود حاکمیت را، از حکومت شوروی هم جبرها دیده بود. عینی را به عینی همچون استادش احترامی بزرگ میگذاشت و وقتی که کاتب یکم شدن در کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان، همگی این کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان دو ماشین سبکرو داشت. دو ماشین، یعنی شخص اول، اداره شخص اول به زبان به اصطلاح امروزه گوییم دستگاه پرزیدنت، همگی دو ماشین سبکرو داشتن. ماشین های سبکرو زیل نام داشتن وقتا. از همین دو ماشین یک ماشینش را به سمرقند فرستادن برای خدمت استاد عینی، تا آنی که عینی دلش به دولت و حکومت تاجیکستان گرم باشد، چون که راهبرای گذشته ازبکستان در شخصیت اکمل اکراموف و دیگرها عینی را رنجانده بودند و با عینی مناسبتی بد داشتند. بعد آنکه سال 1937 اونها را برده محکم کردند و استاد یوسفوف به قدرت رسید، مناسبت عینی با حکومت نوی ازبکستان بسیار خوب بود. استاد غفوروف از آن ترس داشت که مبادا تاشکند عینی را جلب نکند و عینی را به تاشکند نبرند. وقتی که عینی به تاشکند رفت، خب دیگه تا آخر عمر همون باقی میماند و بعد مرگش هم قبر عینی در ازبکستان باقی میماند. دیگر ما دیگه هیچی دعوا کردن نمیتونیم که عینی کی بود چی بود. مثل دیگر چیزها، مثل تاریخ 1000 سالمون، مثل تاریخ 1500 سالمون. و عینی را احترام کرد و بعدا باز با واسطه دیگرها و کینچی خواست که عینی را به پایتخت تاجیکستان بیارد و همین کار را هم کرده توانست. عینی را دعوت کردن. عینی وگان مخصوص داشت، وگان دوشنبه سمرقند یک وگان خاص داشت، وگان عینی بود که می آوردن می بردن عینی را و گفتن که اینجا باید شود. در عرفه تأسیس اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بود این کارها. عینی را گرفته آوردن و غفور با شهردار دوشنبه و رئیس شهر دوشنبه دستور داد که استاد را یک ماشینی باقی مانده اینجا بود، از همون دو ماشین با ماشین من میشینانید تمام شهر دوشنبه، تمام دره ورزاب را با استاد عینی نشان میدید. در کجایی که اگر معقولش شد در همونجا خانه سازید برای عینی. بزرگان را فقط بزرگان زنده میدونن. و یک روز تا بگره گرداندن عینی را. خانه های تیار را گفتن که من این خانه دو آشانه، سه آشانه، کمچی بلا. عینی رد کرد، گفت که من خانه هیچ کس گرفتنی نستم. همین لبی جاری که حاضر من همین موزه استاد عینی است، یک دفعه کسی ندیده باشد رفته ببیند. همینجا آمده معقول میکند عینی همینجا را. بعد رئیس شهر آمدن نزد استاد غفوروف میگوید که استاد عینی یک جای را انتخاب کرد که 3 سال ما با این سمسوالایی که داریم 3 سال اگر ما خاک بکشیم اینجا پر نمیشود لبی جاره. گفت که اگر 5 سال هم لازم باشد عینی خواسته باشد برای عینی همینجا به خانه سازد و در 1.5 سال برای همین بینایی که هست امروز همین میمانخانه چیز آثارخانه هست برای استاد عینی خانه ساختند و استاد عینی آمد و نخستین پرزیدنت اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان شد همین شخص و خوشبختانه مرقدش هم در همین جا است. ما میتوانیم عینی را به هیچ ممانعت
به هیچ ویزا و پیزا و دیگر چیزها ما استاد زیارت کنیم قبرش. این خدمت بزرگی بابا جان غفورов است. غفورov تاریخ شناس بود و برای آنکه اکادمی علم‌های تاجیکستان و دانشگاه ملی تاجیکستان و دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام ولادیمیر ایلیچ لنین بود مستحکم شود با عالمای زیاد، عالمان بزرگ را از تاشکند، از مسکو، از لنینگراد جلب کرد. بزرگترین تاریخ شناسا را مثلا سمیانوف، مثل اندریف، مثل یاکوبوفسکی و این بزرگترین عالمان شوروی بودند. تاریخ شناسان، شرق شناسان شوروی بودند که اینها را جلب کرد. تمام شرایط را بعدا لیتوینسکی را آورد همراه زنش، تمام شرایط را برای اینها معین کرد، فراهم آورد تا آنکه اینها توانند به علم تاجیک خدمت کنند و ملت تاجیک را به دیگرها معرفی کرده توانند. این کار را کرد. و خدمت دیگرش آن است که تمام تاجیک زبانهایی که در دیگر شهرها به خصوص در ازبکستان بودند، در تاشکند و سمرقند و بخارا و دیگر جایها، اینها رو دعوت کرد. یکی از این شخصان بزرگ همین سلطان عمروف بود، فیزیکدان بسیار معروف و بعدا پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان شد. و همچنین شش مقام خان بزرگ و شش مقام خانهای بزرگ از قبیل مثلا فضلی شهابوف و دیگرها را جلب کرد و شش مقام را در اینجا بسیار وسعت دادند.